عضله تراپزیوس رو داریم، آپر بوردر عضله تراپزیوس، کناری فوقانیش که کاملا مشخصه یه تات باند ایجاد کرده و لمس میکنم توی لمس ببینم کدوم منطقه. اینجا درد داری؟ نه. این؟ میریم برای نیدلینگ. بیاین جلوتر، بیاین جلو فوکوس کنید. این منطقه توییچی که گرفتیم مقدار ادامه میدیم تا بله شما توییچ ها و انقباضات فاسیکل های عضلانه رو میتونید الان توی نیدلینگ ببینید.